میگه خودت وصی خود باش. همه حال که زنده ای، همون کارهایی که میخوایی با وصیت نامه خود نوشته کنی همون هر به زندگی بکن. جمله بعدیش جالب میفهمه ولا تقل لغیرک یبعث الیک بما یصلحک. با دیگه کس نگو که یک سال نماز برایم بخوانین، نمیفهمم اقذر رد مظالم بدین، این قدر قرضدارم قرضای مر بدین، حج با گردن من حج برین. خودت میگ بکن. ممکنه او کسی که تو بهش وصیت میکنی با وصیت تو عمل نکنه. پدر وصیت میکنه که برای ما یک حج برین، این قدر پول از سهم امام قرض دارم، این قدرم سهم سادات قرض دارم، اینا رو بدین. دو بچه 5 دختر مثلا میاین پیش من، تمام روز میگه ساعت اتاق ما که بیاین امی حرفای دخترها میگه پدر وصیت کرده خوب کرده انجام بدین. بچه ها میگه پدرک میکرد خودش میکرد چرا به ما سپرده. بچه هم که بسیار مراعات کنه چی میگه